با مقصد در سطح بلند تشکیل پیشواز گرفتن جشن باشکوهی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه باباجان غفوروف با مرام ادامه دارد. در این راستا مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتری، تجدید نوسازی و بنیاد به استفاده دهی مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی و نقطه‌های یاری تجلیلی را در جماعت دهات وسعت می‌بخشد. عین زمان بنای الوه‌گی سه آشانی مرکز سلامتی ناحیوی مورد استفاده قرار داده شده. در آشانی یکم حجره‌های دندان پزشکی، در آشانی دوم دختران طبی اویلوی و در آشانی سوم مجلسگاه جای داده شده است. بهر سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک چند کارهای سازنده و بنیادکاری آبادی را پیش گرفتیم که در خود مرکز، در خود شبکه ما مرکز سلامتی دهاتی زرزمین که از 2 آشیانه زیاده از 17 اتاق کاری عبارت است. اینچنین مرکز سلامتی دهاتی حیدر عثمان که از 3 آشیانه، 2 آشیانه و 1 تخانه یعنی عبارت می باشد زیاده از 35 اتاق کاری. اینچنین خود در مرکز سلامتی ناحیه یک بینای الوه‌گی که از 3 آشیانه عبارت بوده، 3م آشیانه این پر مجلسگاه حساب رفته، یکم دوم آشیانه باشد این اتاق کاری دختران طب اولیوی و دندان پزشکان می باشند. اینچنین در یک چند خود مرکزهای سلامتی دهاتی بیناهای الوه‌گی و تمام یعنی که تعمیر و از نو بنیاد کنی، از نوسازی اتاق‌های کاری گذرانده شده است. مؤسسه دولتی استانسیه یاری تجلیلی ناحیه باباجان غفوروف در ساختار شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه فعالیتش را براه مانده از 13 نقطه یاری تجلیلی عبارت است. با مقصد بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی یاری تجلیلی، راهبریت مؤسسه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری دوام سال جاری استانسیه یاری تجلیلی ناحیه و نقطه‌های یاری تجلیلی جماعت دهاتی اونجی و حیدر عثمانوف را از تعمیر خوش‌صفت برآورده در مرکز سلامتی دهی تاجیکستانی جماعت خیستی‌ورز نقطه یاری تجلیلی نو را بنیاد و به استفاده داده است. مؤسسه دولتی استانسیه یاری تجلیلی ناحیه باباجان غفوروف در ساختار شبکه‌های کمک اولیه طبی سنتری ناحیه باباجان غفوروف فعالیت خود را براه مانده است. در استانسیه باشد همه اتاق‌های کاری از تعمیر برآورده شده، یک سایبان برای نقلیات‌های یاری تجلیلی ساخته به استفاده داده شد. در نقطه‌های یاری تجلیلی جماعتی اونجی و حیدر عثمان باشد همه اتاق‌های کاری از تعمیر کلی برآورده شد. همه کارهای آبادانی سازندگی که تا امروز براه مانده شده است از بودجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه براه مانده شده ایستاده است. نقطه یاری تجلیلی دهی تاجیکستان از 3 اتاق کاری عبارت بوده به اهالی نزدیک 11000 نفری دهی مذکور خدمت میکند. سال گذشته به این نقطه یاری تجلیلی از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نقلیات نو دسترس کرده شده. با بنیاد بینای نو کارمندان آن امکان پیدا نمودند که سطح و صفت خدمت رسانی را به مردم باز هم بهتر کنند. در سال 2023 در نزد بینای مرکز سلامتی دهات یک نقطه یاری تجلیلی با تمام تجهیزات و لوازمات طبی به استفاده داده شده به خدمت خلق آماده گشت. در سال 2023 از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مرکز سلامتی و نقطه یاری تجلیلی آن یک افت نو دسترس شد. همه این کارها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روی کار آمده برای بهتر کردن خدمت رسانی طبی شرایطی خوب فراهم آورده شد. بنا به اطلاع مسئولین کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفوروف در دایره کارهای آبادانی سازندگی به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ 30 میلیون سومانی تجهیزات طبی و کاری خریداری و به مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی و نقطه‌های یاری تجلیلی دسترس کرده شده است.